پروردگارا ما را در مورد رزق به وسیله بدگمانی به رازق آزمودی و در مورد طول عمر به وسیله آرزوهای دراز مبتلا نمودی، تا آنجا که رزق خود را از روزیخواران درگاهت طلب کردیم و به سبب آرزوهای دراز دل به طول عمر کسانی بستیم که عمر طولانی به ایشان عطا کردی. پروردگارا بر محمد و خاندانش درود فرست و به ما یقین به حق عطا کن تا به وسیله آن از مشقت طلب روزی آسوده باشیم و آرامشی عمیق در قلب ما قرار ده تا به وسیله آن از اضطراب در امان باشیم. پروردگارا آنچه را که وحی کردی و پس از آن به آن سوگند یاد کردی موجب آن قرار ده تا ما را از دویدن به دنبال رزقی که رساندنش را بر عهده گرفته ای باز دارد و مانع پریشان خاطری ما از چیزی شود که آن را ضمانت نموده ای. پروردگارا پس چنین فرمودی در حالی که گفته تو حق است و سوگند یاد کردی در حالی که سوگند تو راستترین است. و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما در آسمان است و آنچه که به شما وعده می دهند. و پس از آن فرمودی فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انکم تنطقون، پس به پروردگار آسمان و زمین سوگند که این همانطور که شما قدرت تکلم دارید حق است. شهادت امام سجاد علیه السلام بر تمامی شیعیان ایشان تسلیت باد.